بیاین با هم بخوانیم حروف الفبا را. با الف میشه الله، با ب میگیم بسم الله. با پی پنسل میگیریم، میکشیم رسم و خطها. رسم و خطهای است تصویر الفبا را. تصویر است جیمچه هیخ دال زال ریزیجی. با سین شروع می شود سالهای عمر ما. با شین شروع شام است، اگر با سواد بتانم می سازم صلح و صبر را. از زاد هم ضبط می کنیم تو یعنی طبیعت را. بیاین طفلا ببینیم بازوی ظاهر خود را. مثل عین باید باشیم عادل و پرتوانا. مانند غین غصه را دور کنیم از بین ما. من نمیخواهم با فکر بکشم فقر و جنگ را. میخواهم با حرف قاف تصور کنم قالب. قالبی از کاف یعنی کابل زیبای ما، که مانند گاف هسته گران بها و زیبا. مثل لام لحظه ها را به خاطر بسپاریم. از میم هم یاد بگیریم محبت و صفا را. مثل نون همیشه بخوانیم نماز را. از او باید بیاموزیم ارزش وقت را. ماننده باشیم با هدف و پرتلاش. بالاخره رسیدیم به آخرین حرف ما، که میشه بگوییم او است حرف یا. با یا شروع می شود اولین اعداد ما. اینجا ختم می شود حروف الفبا. حروف الفبا، حروف الفبا.